بهترین انسان ها کسانی هستند از سعید و سعید من طال عمره و حسن عمله. سعید خوشبخت کسیه که عمر طولانی و حسن عمله، و بدبخت من طال عمره و ساء عمله. اگر جوونی باید بر بگردی، اگر پیری باید بر بگردی، اگر برادری باید بر بگردی، اگر خواهری باید بر بگردی، اگر پدری باید توبه بکنی، اگر مادری باید توبه بکنی، اگر شیخ و عالمی باید توبه بکنی، اگر حاکمید و امیری باید توبه بکنی. توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. یک راه برای فلاح و رستگاری هست، اونم راه توبه. پس عزیزان من، نیاز ما به دین هست، نیاز ما به خدا هست. وقتی میری در یک مغازی دنبال کار، صاحب مغازه بهت پشت میکنه، چقدر ناراحت میشی بهت کار نمیده. ها این مغازه کار نداد، میری در مغازه دیگه کارگر میخواد. 1000 تا مغازه است، 1 میلیون مغازه تو دبی هست، مگر همین یک نفر کارگر گیرت نیامد خلاص مردی؟ چقدر ناراحت میشی. ولی خدا یک خداست. خدا مثل تاجر نیست، خدا یک خداست. اگر به پشت کرد کسی نمیتونه به رو بکنه. تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. خدا نکنه اون روزی بیاد که بنده سالم، پولدار، تندرست، جوانه، خدا بهش پشت بکنه. عزیزانم، رو به خدا بیاییم تا خدا رو به ما بیاد. فاذکرونی اذکرکم ادعونی استجب لکم.